سلام علیک برادر عزیز، خسته نباشین، خوبین، سلامتین، سرحال هستین، جور باشین، سلامت باشین. دوستای عزیز هر جای هستین جور صحتمند باشین. ببخشین البته دیگه من یک آدم ناخوان بی سواد، نه ملا صاحب، نه قاری صاحب، نه برادر مولای صاحب، ما از ناخوانی خودمان دلمان کف کرد، 4 تا آیت قرآن گذاشتیم. اکباره برادر برای خودمان گناهکاری و ظلم و ستم برپا کردیم. ما با کسی دشمنی خدای نخواسته عداوت نداریم. عربستان دعوت کرده، مثلا محبت کرده، دستشون هم درد نکنه. من زبانای اونو بلد نیستم، سواد ندارم، همین رقم. برادر پنجاب دعوت کرده و با ما محبت کرده، دستشون هم درد نکنه. هر جای هستن زنده باشین، تشکر، محبت کردین. من زبانای شما را بلد نیستم دیگه، پشتوی یا اردو و مثلا بلوچی و زبان عربی شما و هندی شما بلد نیستم زبانای شما را. دادیم سواد ندارم که برای شما بنویسم جواب تو نبتم. ما از ناخوانی خودمون 4 تا آیت قرآن گذاشتیم که 4 تا مسلمان اگر دید یک دعایی نکنه در حق ما، یک ثواب و سنتش برسه، نه که به خاطر دوستی و دشمنی کدام تکلیف دیگه. محبت کردین، زنده باشین برادرای عزیز، خواهرای عزیز، هر جای هستین جور صحتمند باشین. من دیگه خودم زن و بچه دارم، 5 تا طفل دارم، زن دارم. عزیزای دل، من نمیتونم که زن و بچه ما ویل کنم برادر بیام پلوی شما بیام مثلا با شما هماهنگی کنم، با شما دوست باشم و چیز کنم. من از خودم زن و بچه دارم، روز و روزگار دارم، پشت کار و غریبی خودمان هستیم. دستانم در نکنه، از محبتاتم لطف کردین. هر جای هستین جور صحتمند باشین، رد ما را اله کنین، خلاصه دستان در نکنه، زنده باشین. تشکر یک جهان. دو هم زدین دستان در نکنه، اگر بد گفتین نیک گفتین، زنده باشین. هر چی گفتین با خودتان محبت کردین، گفتین خدا بالای سر وزیر است. اگر ما بد که باشین خداوند ما را بد اشان بده که همین لحظه نبون. اگر نیک که باشیم که خداوند در تای سر وزیر است، خودش میفهمه که ما چیکار کردیم. اگر بد هم که باشیم با الله معلوم است نیکم. زنده باشین، از محبتاتان تشکر یک جان. از خداوند جان جورتون میخواهیم، سلامت باشین یک جان. تشکر، سلام علیک، خداحافظ.